پیغمبران مردمان را غم میخوردن که دوزخ نروند والله. لیکن موعظه نصیحت برای همین است که ای برادر تو گمراه نشوی، تو دوزخ نروی، در عذاب گرفتار نشوی، در دنیا شرمنده نشوی. دین اسلام مردم از شرمندگی نجات میدهد. والله تو چی کار میکنی کردم بگی. دنیای کشاد است، نیک عاقبت کار تا فکر کن که با نزد خدا میروی. از عذاب خدا، از غضب خدا هیچ کس ما و شما را خلاص نتوانید کرد. هیچ کس. نخواه که ملت مسلمان 30,000 40,000 در ایگامه و در دین یهود بیگانگان بدرایند. آیا نخواه که ملت امروز با این دستور باشه؟ سببش چیست؟ اکثری سبب از غم نخوردن ما و شماست برادران مسلمان. دست همدیگر را ناگرفتن، نصیحت برای خدا نکردن، دعا نکردن. دعا نداریم، ما دعا نداریم. ای ملت مسلمان برای خدا ما دعا نداریم. گریه نمینیم ای خدا ما مسلمانان را نگه بدار، وطن جامعه ما را از دین بیگانگان خدا نجات بدی. دعا نداریم، با درگاه خدا ناله نداریم. ما یک وسیله داریم که چین او وسیله، چین او автомат، نه تانک نه توپ قوت نداره. او چیست؟ او دعای ما به درگاه خداست. و رسول علیه السلام پیغمبری بر حق فقط دعا میکردن. ما و شما دعا نداریم، به درگاه خدا ناله نداریم، نصیحت نداریم. نمیگیم ای خدا. رسول الله دعا کردن اللهم اغفر لقومی، اللهم اغفر لقومی، اللهم وهدیهم. ای خدا اینا را هدایت کن. پیغمبران را برای همین فرستاد الله که مردم را علم بیاموزند تا بدانند که در اخیر دوزخ به عذاب خدا مبتلا نشوند. دیگه غرض نیست. ای به هم برادر مسلمان، پیغمبران روز دعوت میکردن، شب عبادت و ناله میکردن که ای خدا این ملت، این بندگان تا خودت هدایت کن. من اصبح و امسا، مسلم شریف روایت میکند، من اصبح و امسا ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلمین. کدام کسی او آتای، او آنه، او عالم، او ایشان، مسلمانان اخلاق شو ویران شد، از راه اخلاق پاکی گمراه شدن. اگر او ذکر نشود، غم نخورد، والله او مسلمان نیست. من اصبح و امسا ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلمین. مسلمان غم داره، مسلمان آه داره، مسلمان دعا داره، مسلمان در غم برادر مؤمنش هست. برای دین، ای مردم، دین یک مذهب است. دین یک مذهب است. میفهمی دین خدا را؟ کلام الله، کتاب الله، دستور الله، محمد نبینا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. محمد وای نماینده خدا، سفیر الهی. میدانی که این نماینده خدا محمد ابن عبدالله، نماینده خدا رسول الله است. این نماینده خدا فرستاد که برو بندگان من خبر کن راه من دین اسلام، کسی دامن ایره به قپه و نجات میابه. گمان نبر، به هیچ چیز مغرور نشو. ای برادر، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. ما را الله خودش خلق کرده، برای شناختن ذات خودش خلق کرده. بازگشت همه ما به سوی خداست.